شرم احساسی است که به تو میگوید چیزی که دیگران درباره‌ات فکر می‌کنند مهمتر از آن چیزی است که واقعا هستی. این جمله بخشی از کتاب زندگی تاب‌آورانه نوشته دکتر رنه براون هست، کسی که بیش از 17 سال از عمرش رو صرف تحقیق در مورد شرم و آسیب‌پذیری در زنان کرده. واقعیتش اینه که شرم از جایی آغاز میشه که ما باور میکنیم برای اینکه در رابطه‌ای امن پذیرفته شده و به دور از قضاوت باقی بمونیم باید بخشی از خود واقعیمون رو پنهان کنیم و به مرور این ارتباط بیرونی که شکل میگیره ارتباط ما با درونمون کمرنگ میشه تا بتونیم با بیرون ارتباط بگیریم. اما اون تکه جدا افتاده، اون تکه پنهان شده که حالا خیلی خیلی زیاد از دسترسمون دورش کردیم در ما باقی میمونه و تبدیل به احساس شرم مزمن میشه. شرمی که ازش صحبت میکنیم تشکیل شده از احساساتی مثل ترس، سرزنش، ارتباط گسیختگی و قطع ارتباطه و با احساس تقصیر یا خجالت که معمولاً در پاسخ به یک اتفاق عینی و مشخص تجربه میشه متفاوته. اگه تا امروز با احساس شرم زندگی کردی، این ویدیو میتونه شروعی باشه برای دیدن، درک کردن و حتی رها شدن ازش.